ولی چی تاثیری بالای کریپتو داره؟ مثلا چرا بیت کوین بالا میره و چرا مثلا کریپتو بازار سهام، خصوصا سهامایی که داخل اروپا است، چرا اینا بلند میره زمانی که نرخ بهره پایین میره؟ جوابی است که وقتی مردم پول داشته باشن میرن خرید میکنن، وقتی پول نداشته باشن خرید نمیکنن. مگه پول نداشته باشم من نان خورده نمیتونم، لباس خریده نمیتونم، موتر خریده نمیتونم، حتی از خانه بیرون برآمده نمیتونم. شاید از خانه مرا لغت بزنن که بخیر یا بخر خانه رو یا کرا بده، چون پیسه هست که من مصرف میکنم. شرکت ها کارمند داره، کارمندا خود اخراج میکنه وقتی که اگه عاید نداشته باشه. وقتی عاید کرد کارمندا رو هم زیاد میکنه. پس چی میشه؟ کارمندا حقوق بیشتر میگیرن و پول بهشون پیشون زیادتر میمونه و شروع میکنن به سرمایه گذاری. تزریق پولی که بانک های مرکزی به مردم انجام میدن، مردم هم تزریقش میکنن به سرمایه گذاری.